از تقدیمات شهلا سیف‌الدین‌آور. وقتی که از من رفت چیزی نگفتم، سکوت ایستادم تا هر وقتی که تنها میماند این سکوتم را هر گونه‌ای که میخواهد معنی داد کند. گر نداشتم قیمتی در زندگیم پیش تو و دریغ و بعد مرگم خیر تو در کار نیست. برای یک لحظه خوشحالی ما ماه‌های دراز عذاب میکشیم. آنهایی که شکستن ما رو میخواستند خنده ما رو دیدند و خود شکستند. به خودم قول میدهم که تا کسی سراغم رو نگیرد سراغش نمیروم. همیشه خودت رو نقد بدان تا دیگران تو رو به نسیه نفروشند. سعی کن استاد تغییر باشی، نه قربانی تقدیر. در زندگی به کسی اعتماد کن که بهترین ترانه قصه ها در پرتر شهلا سیف‌الدین‌آور